نصباتون 10 دقیقه بیشتر وقت بذارین برد ریموتی رو به مشتری پیشنهاد بدین، درآمدتون افزایش بدین. یه بار برای همیشه با تست بوق یاد بگیر که برد ریموتی رو هر سیستمی که تصویری یا صوتی نصب کنین رو حالت بوق میذارین و میایین تست بوق میگیرین از قسمت AC به لاک. یک بوق میگیرین، این دوتا به هم بوق نداره، اینم بوق نداره. دوتایی که به هم بوق داره میشه مشترک و این دوتایی که بوق نداره میشه غیر مشترک. ما توی برد ریموتی برای قسمت قفاز کنش با جایی که بوق نداره کار داریم، یعنی با این قسمت، با اینجا کار داریم، با این دوتا. یعنی چی شد؟ یعنی این قسمت، این دوتا جامپری که بوق نداره متصل میشه به کام و اینو. نگاه کنین، این دوتا مشترک هاست که ما کاری باش نداریم. ما با این دوتا قسمتی که بوق نمیزنه کار داریم. البته فیشا باید جدا باشه، چون اگر فیشا وصل باشه سیم پیچ خودش بوق داره، سیم پیچ قفل برقی. پس این دوتا شد کام و NO. فرقی هم نمیکنه از کدوم جهت. دوتا هم میشه تغذیه که الان متصل میکنم رو بردم توضیح میدم. برد ریموتی دو تا سیم تغذیه داره، مثبت منفی هم میشه، AC هم میشه. دوتا هم کام و NO. دو تا تغذیه‌شو میایم وصل می‌کنیم به تغذیه. فرقی هم نمی‌کنه از کدوم جهت. AC فرقی نمی‌کنه. DC رو باید دقت کنید. این یکیش، این دومیش. حالا کام و NO رو توضیح دادم. چی گفتم؟ گفتم یکی می‌خوره به این سمتی که بوق نداشت، مشکیه. فرقی نمی‌کنه کام یا اینو کدوم سمت بزنم. این از اینجا تو هر مدل پنلی، اینی که بوق نداشت. اینم یکیه دیگه. کاری ندارم این سیمو زدم. من 4 سیمه یاد میدم که 3 سیمه هم میشه، ولی 4 سیمه یاد میدم که همه راحت بتونن. خیلی راحت. پس چی شد؟ کامنو وصل شد به این دوتایی که بوق نداشت و AC هم که وصل شد به AC. نصبشون تموم شد.